کیه که نظامش باز آورده؟ اون کیه چرا زهرو تا تهش نخورده؟ اون کیه میشه از مصیبتاش حرف بزنی، از نفوذت تو ستاش حرف بزنی؟ اون کیه اون کیه آزما جون وقتشه که اتمی رو بی خیال شی، یا بری پیش امام همونجا چالشی. اگه نکنیم ما خودکشی باید بریم بمیریم. سید علی بزن بغل دیگه آخر مسیریم. اون کیه که دمر پهن رو خاکه؟ اون کیه فکر حفظ سایت فردو و عراکه؟ اون کیه اون کیه که روزهات هر جای خواستی بردمون، باز ما آخر کار اینجا کجاست آوردیمون؟ جنگو به پا کردی ولی هیچی نشد به کام تو، زبال دون مونده اونم سند زدن به نام تو. عزما رسیدی ته خط قبر تو پس کی میکنی؟ نه سوریه مونده برات، نه لبنان و نه یمنی. وای از این جر خوردگی آخر کار چی میشه چی؟ اگه ننوشی جام زهر تو تار و مار میشی. میریزه آتیش رو سرت در میادش به درت، شب میخوابی توی بیت صبح مثل بشار میشی. که داره میپاشه با مجلس نکنه دواشه، خیابونا اغتشاشه. دیدی ناترازی ما، دیدی ما آخر میبازیم. چه خاکی بریزیم سرمون، ریخته کرکمون با پرمون، گیر کرده توی گل خرمون. دیدی ناترازی ما، دیدی ما آخر میبازیم. اینو میدونه که دیگه کارم تمومه، فشار دم به دوتانی از هر طرف رومه.
بشاری تو سوریه عمق استراتژیکم توی قوریه اتم رو افشا کردن نظامم آتا کردن آتیشو برپا کردن امام ما کردن هر چیزی که چاپیدیم و زهر مارمون کردن با کوکتل و اغتشاش جیگر ما رو خون کردن من غیر از سرنگون شدن راه دیگه ندارم این حکمیه که من باید بهش کردم بذارم